دوستای عزیزم میگن که یک ضرب المثل است، برگ بدون اراده خداوند از درخت نمیافته زمین. پس ما در زندگی خودمان خدای رحمان را چگونه میبینیم؟ آیا همه اتفاقات زندگی یا همه مشکلات زندگی یا همه هدفهای زندگی به دستان خدا نیست؟ خدا بر ما تعیین نمیکنه؟ ما هر آن چیزی را که بخوایم، حتی رزق است یا روزی است یا هر آن چیزی که ما بخوایم در زندگی خودمان به دستش بیاریم، کی بخوایم ما را در این مسیر برسانه؟ کی ما را به مقصدمان میرسانه؟ این خداست که از صفر تا صد زندگی ما را به عهده داره. خداوند همه چیز به اختیار خودش داره، حتی موفقیت ما را، مسیر ما را، زندگی ما را. ای که با بخوایم روزی به دست بیاریم، هر آن چیزی که ما بخوایم در زندگی تجربه بکنیم، خودش به اراده خودش تعیین میکنه. و ایلا ما فقط در قبال همین هدف هایی که داریم، مسیری که داریم، پیروزی که به دست میاریم یا روزی که به دست میاریم، ما وسیله هستیم. ما فقط یک انتخاب میکنیم دیگه، همه چیز به دستان خداست. خدا همه چیز میکنه در زندگی ما. خدا ما را به روزی میرسانه، خدا ما را به موفقیت میرسانه، خدا ما را به پیروزی میرسانه. همه چیز به دستان خداست. ما در زندگی خودمان خدا را چگونه میبینیم؟